شب بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آرزو، سلام مجدد و خوش آمدین دوباره. پس از یک وقفه بازرگانی باز هم ما خوشحال هستیم که در خدمت شما از طریق برنامه ورزشی قرار داریم. استاد شفیق عزیز، چی مسابقه پرشور و چی مسابقه پرهیجان بود؟ بله، همون قسمی که شما شاهد مسابقه بودی، هر دو مسابقه که پای هم برگزار شد، مسابقه اول و مسابقه دوم، واقعا مسابقه دوم بسیار جذاب بود که بر راند 2 و 3 نکشید. این مبارز در وزن 61 کیلوگرم با قامت 1 متر و 68 سانتی قد و ریکورد 4 برد و هیچ باخت از گروه عقابان نوری تحت نظر استاد فیروز نوری با 21 سال سن. اونا هستن سمیع الله مبارز. سمیع الله مبارز در داخل سالون سازمان زیکسی داخل شد و بعد که از قامت خوب برخوردارد و شاهد زیاد مسابقه هست دور دوم وزن 61 کیلوگرم شود. ناگفته نمانه که هر دو فایتر علاقمندای زیادی داره، خصوصا شیرنور و زبیجان و بیشتر کسایی که در تالار تشریف آورده اونا علاقمندای هر دو فایتر است که باقی مانده. سمیع الله گردن کسی است که و از طریق شبکه آرزو هم دوستا و علاقمندا بینده است، با چهره و نامش آشناسند. بدون شک تشویق هوادارا را ببینید که سالون کاملا اختصاص داده به تشویق. سمیع الله گردن داخل قفس میایم، به افتخارشان کف بزنن. و حریفش از کارنر آبی این مبارز با ریکورد 7-0 در مقابل سمیع الله گردن قرار گرفته. از ولایت زیبای پکتیکا از گروه قهرمانان افغان تحت نظر استاد محمد موسی افغان با 20 سال سن اونا هستن نور رحمان امیری ملقب به شیر نیرو. شیر نیرو هم کسی است که واقعا از طرفدارای خیلی فوق‌العاده برخوردار است. یک فایتر بسیار خوب، یک فایتر با تجربه، یک فایتر بسیار دلگرم. شیرنور حدیث البته مسابقات پاکستان هم مثل سبیجان در مسابقات خارجی در شب نکاوت خواهد بوده. شیر نیرو داخل قفس وارد میشه. میبینی حرکت های فوق العاده عالی، حرکت نمایشی از شیر نیرو. و حال از استاد عمران فرامند خواهش میکنیم که لطفاً داخل کش تشریف بیارن. البته شیرنور منتظر همت یک روز بود و میخواست با سمیع جان مبارزه کنه که همین روزش فعلا رسیده که ببینیم این ورزشکار ما از خود چه شایستگی و چه برتری نشان میده. دوستان عزیز و علاقمندان مبارزات آزاد، لطفاً جای نرین که مسابقات پرشور و پرهیجان دیگه هم ما داریم. این شما و این هم معرفی دو مبارز متوسط استاد فرهمند عزیز. در آقا از کارنر سرخ این مبارز با رکورد 4 برد و هیچ باخت در رشته MMA با قامت 1.68 سانتی در وزن 61 کیلوگرم به نمایندگی از ولایت کندوز از کمپ قهرمانان عقابان نوری سمیع الله گردن. و حریفش این مبارز از کارنر آبی با رکورد 7 برد و هیچ باخت در رشته MMA با قامت 1.75 سانتی در وزن 61 کیلوگرم به نمایندگی
از ولایت پکتیکا از قهرمانان موسی افغان و نوررحمان آمیری. این مسابقه 3 راوند 5 دقیقه‌ای می باشد و داور مرکزی جناب استاد احمد فواد رستمی. در سمینار براتون گفته شده پشت سر ستون فقرات البو 90 درجه در زمین زانو نمیزنین، از قفس محکم نمیگیرین. فایت گفتم فایت، استاپ استاپ. چانس خوب برد. راوند اول شروع میشه و ببینیم که فایترها کدام عکس العمل را فعلا نشان میدن. ضربات خوب از طرف شیرنور. سمیولای گردن توانست حریف خود روی زمین ببره و شیر نیرو هم خیلی مشتای پرقدرت را روی ضربات خوب از طرف شیر نیرو. ضربات پای هم از طرف شیر نور، ولی مقاومت سمی گردن آنقدر نیست که با یک مشت دو مشت او تسلیم شود. و فعلا راوند اول است، تمام قدرت بدنی خود در کار میپرد. حالت نیمه فولگارد است سمی جان که میخواهد از این حالت بالای فولگارد بره و شیرنور اجازه برش نمیدهد که داخل فولگارد یا به حالت فولگارد کنه. میبینی که هر دو ورزشکار شما میبینین که از طرفدارای خیلی زیاد برخوردار هستن، خیلی فوق‌العاده میدرخشن، خیلی عالی میدرخشن و واقعا قوت و قدرت این دو ورزشکار قابل ستایش است. قدرت بدنیشان واقعا بالا است از هر دو فایتر و در این مسابقات آمادگی خوبی داشتن، چون این مسابقات قبلا برشان ست شده بود و آمادگی خوب هر دو فایتر است. واقعا سمیولای گردن تانسته تا بال بازی را در کنترل خودش داشته باشه و از بالا ضربات پیهمه را به سر و صورت حریف خود با قدرت فوق‌العاده میکوبه. و شیرنور هم بلاک خوبی داره که از حالت پایین کنترل میکنه، سمی گردن اجازه نمیده با حرکت های مشتی و البو استفاده کنه و ضربات خوب، یک حرکت خوب. آکنه عالی. شیر نیرو هم واقعا که پر قدرت و پر نیرو بوده. از هر دو حالت فیزیکشان مصرف میشه، به خاطر کسی که پایین است و تلاش میکنه که بالا شه و کسی که در حالت فولگارد یا نیمه فولگارد است او تمام قدرت بدنی خود به خرج میده که حریف از کنترلش خارج نشه. ناگفته نمانه که سمیولای گردن از قدرت فوق‌العاده عالی حرکات جوجیتسو، پانکریشن، ضربات خوب از طرف شیرنور برخوردار است. ضربات شیرنور میبینی که از طرف پایین هم استفاده میکنه که مثل مسابقه قبلی همیجان و جوادجان و کسی که در پایین است باید کار و فعالیت که میکنه و کسی که در بالاست امتیاز پایین میکنه. اگر کار و فعالیت نداشته باشه ماشاءالله هر دو ورزشکار ما خیلی فوق‌العاده حرکت سرنگال. سمیولا ماشاءالله، سمیولا استاد خوب یک پهلوان قوی هم است. سمیولا یک فایتر خوب است، با تجربه است و میبینی کنترل خوب داره و شیرنور هم دست کم نگیریم چون البوی خطرناک که به سر شیر نور حاکن چپ باز هم از طرف سمی گردن. میبینی که شیرنور اگر در پایین آمد تا فعلا هیچ سر فیزیکش سر نفسش تاثیرات نامده و قدرت بدنش کاملا بجاست. حاکن راست از طرف سمی الله گردن حالت دفاعی قرار داره شیر نور و تا این دم ضربات خوب از طرف شیرنور. کنترل مسابقه به دست سمی الله گردن است. اما شیرنور هم از حالت پایین ضربات خود بر روی سمی گردن میزنه
و همچنین کار فعالیت شیرنور هم در مقابل سمی جان زیاد است. ضربات خوب، ضربات محکم و شیر نور امیدوار هستم که آسیب جدی ندیده باشه. خیلی ضربات محکم، آکنهای بسیار پرقدرت از طرف سمیع الله گردن و سر و صورت شیر نور اصابت کرده رئیس. میبینی دولت آکن چپ کاملا مسابقه راند اول به کنترل سمی گردن است و فعلا برای شیرنور اجازه نمیده که ختم راوند اول پر شور و پر هیجان و پر حرکت بود. شیرنور هم میال فعلا استاد شمرایش لایف به تماس است و پلانگذاری داره برای حریفش. البته لایف همراهش صحبت میکنه. استاد موسی افغان یک از استادای با تجربه است و البته استاد زبی گردن استاد فیروز که بیرون از کشور رفته. زم مسابقه در حالت ایستاده آغاز میشه و سمیع الله گردن هم باز کوشش میکنه که جنگ به بله زمین بله 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 سمیع الله گردن میخواد که مسابقه روی زمین ببره ولی شیر نیرو میخواد که مسابقه را ایستاده هم روش پیش بره. ببینیم استراتژی کدام فایتر ما مؤثر تمام خواهد شد. واقعا سمیع الله گردن راوند اول از خود نمایش خیلی فوق‌العاده جذاب به نمایش گذاشت. کوشش میکنه که از ضربات نیکیک شیرنور استفاده کنه و سمی جان هم میخواه که رفت کنه سر پای. استاد به نظر شما شیر نیرو یک اندازه انرژی خود از دست نداده؟ بله بله همون قسمت چون در حالت پایین بسیار فشار سرش زیاد بود و او زیادتر تلاش کرد که حریف خود پل کنه یا حریف خود از حالت فولگارد بالا زمین ببره. گراوند چپ خیلی فوق‌العاده موثر از سمیع گردن. چون راند اول یکی دیگر فایترها نمیشناسن و فایتشان بسیار سخت تموم میشه. یک رفت فوق‌العاده باز هم دولت سمیع الله گردن باز هم شانه‌های پرقدرت از طرف سمیع الله گردن در مقابل شیر نیرو. فکر کنم که سمیع الله گردن اگر در کنترل یا در نیمه فولگارد بره مشکل است دادن یا پل کردن از او و شیر نیرو که وقتی در زمین رفت فکر نکنم که دیگه سمیع جان گردن پل کنه. شیر نیرو خیلی خسته به نظر میرسه و سمیع الله گردن اصلا اجازه بلند شدن به شیر نیرو نمیده و تا میتونه ضربات مؤثر و با امتیاز را روی سر صورت شیر نیرو میبینی که تقدیم کنه. سمیع گردن از چالوکی زیاد از قسمت های سرم استفاده میکنه به سر صورت حریف. اگر دو حکم میدان متوجه شود میبینی اون با پاره کردن بینی یا لب میشه باید تو اجازه نتنی متوجه باشین. خوب واقعا شیر نیرو هم خیلی تلاش داره که از این حالت خود بکشه اما سمیع گردن با تمام قدرت و انرژی خود اصلا وقت نمیته که شیر نیرو خود را بلند بسازه. چی میکنه این سمیع الله گردن؟ واقعا که از خود خیلی حرکات زیبا و قدرت بدنی فوق‌العاده را به نمایش گذاشته رئیس. یک پرتاب ماشاءالله. شیر نیرو خیلی خسته به نظر میرسه و ضرباتی هم که از کلش بروی سر صورتش ثابت میکنه.
باز هم مسابقه از پیش بینی نمیشه چون در پشت صحنه ما شما شاهد بودیم که در راوند سوم دولت سبمیشن حریف خود تپاو داد در راوندهای آخر. واقعا مشتای خیلی خطرناک و البوی خطرناک از طرف سمیولای گردن به سر صورت شیرینی رو اصابت کرده رئیس. شانه خیلی پرقدرت. سمیولای گردن کسی است که تا هنوز در ریکورد خود شکست نداره و شیرینی رو همچنان. ببینیم این روز در دور چهارم مسابقات شب ناکاوت کدامشان رکورد همدیگر رقم خواهد زدن. باز هم کوشش های شیرینی رو ادامه داره اما مثل یک ببر سمیولای گردن بالای قفس سینه شیرینی رو محل را اتخاذ کرده و نمیگذاره که شور بخوره. شور، هیجان، اتحاد، اتفاق، همدلی در داخل سالون زیبای الماس مقر سازمان ZFC. خیلی شیرینی رو مگم خسته شد. ختم راوند دوم. سوم یا راوند فاینال راوند آغاز میشه. راوند سرنوشت ساز آغاز میشه. بازم شیرینی رو با قامت بلند که داره در مقابل سمیولای گردن میخواه تقریبا حدود 7 سانتی از سمیولای گردن شیرینی رو بلند است و زیاد علاقه داره شیرینی رو که مسابقه را روی پا کار بکنه، ولی سمیولای گردن این فرصت را در این راوند فکر نکنم که برش باز هم بده. سمیولای گردن از فیزیک خوب برخوردار است. میبینی که هیچ سرش کدام خستگی احساس نمیکنه. هر دوی ورزشکار ما خیلی محتاطانه پیش میرن. سمیولا جان میخواه که یک رفت داشته باشه، ولی شیر میخواه که یگان هایکی که پر قدرت خود استفاده کنه. اما سمیولا بسیار ماهرانه پیش میره. سمیولا به این فکر است که راحت از دو راوند کنترل داشت و راوند سوم همراهش ساتیری میکنه دیگه، به اون خاطر هیچ خسته نمیکنه. در راوند سوم فقط میخواه که وقت کشی بکنه. هم امتیاز خود نگاه کنه. یک فایتر با تجربه خونموز که دو راوند اگر بخواد برنده باشه راوند سوم خود خسته نمیکنه، فقط آزار اذیت فایتر میکنه، فقط فایتر عصبانی میزنه. و از طرف داور وسط هم استاد شما متوجه بودن که تذکر داده شد که لطفاً فایت با هم نزدیک بکنن. باز هم رفت، ختم شد. باز هم سمیولای گردن برد مسابقه را روی زمین. شیرینی رو باز هم رفت به زمین و مشتهای بادی شارت از طرف سمیولای گردن به بدن شیرینی رو اصابت میکنه. آکنه چپ بادی شارت، آکنه بالا. حبیب نورمگدوف هم اگر شما مسابقاتش دیده باشین در راوند اول اگر سرپای کار راوند اول در دقیقه 2 و 3 حریف در زمین میبره به خاطر از اینکه فیزیک حریف میبره، مثل که مگریگر فایت میگه. بله، کورنر مگریگر هم اول برد در روی زمین و بعد رفت در بک ماونت و بعد سبمیشن بسته کرد و مسابقه را بنام خود ختم کرد. چون همی فایت هم میبینون امو قسم فایت است. بله کاملا واقعا مشتای فوق‌العاده از سمیولای گردن به سر و صورت شیرینی رو اصابت میکنه. اتحاد، اتفاق، همدلی در سازمان جهانی ZFC. شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آرزو همکنون مسابقات پرشور و هیجان را تحت نام شب نکاوت از طریق سازمان جهانی ZFC تماشا میکنین. و مسابقه البوی خطرناک از طرف شیر نیرو با سر و صورت سمیولای گردن، ولی سمیولای گردن تسلیم نمیشه. سمیولای گردن تو کاملا سه راوند کنترل داشت. آکنه راست از طرف پایین ضربات خود میزنه، همه قدر کنترل که شیرنور داشت
فقط شیرنور میتونه که یا ترینگل بسته کنه یا هرمبار بگیره یا یک حالتی باید سبمیشن بسته کنه تا حریف مجبور به تقاض کنه. ما با شما موافق هستم استاد فیضی، اما شیر نیرو یک راه دیگه هم وجود داره که فقط با یک سبمیشن بله. میتونه مسابقه را به نفع خودش بله خواهد بله من هم را گفتم تا که سبمیشن نداشته باشه دیگه چانس از شیر نیرو تمام است. اصلا خیلی خسته به نظر میرسه به استثنای یگان تغییری جهت از طرف شیر نیرو و یگان سبمیشن. انتظار نمیره که سمی گردن از سر قفس سینهش دور شود. مشکل است. سامی جان گردن یکی از فایترهای خوب با تجربه چون در مسابقات زیادی اشتراک کرده و کاملا در حالت فولگارد که می باشه مشکل است. بادی شات آکین راست آکین راست اصلا مجال نمیده سمیه گردن که شیر نیرو نیم متر هم یک طرف خدا حرکت بده. خب پالوان کسی که پالوان باشه اجازه نمیده که برام. بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آرزو و علاقه‌مندان مبارزات آزاد، شما مسابقه پرشور، پرهیجان و پرقدرت از دو ستاره معروف مبارزه افغانستان مشاهده کردین، از سمیعالله گردن و شیر نیرو که سه راوند فوق‌العاده پرکار را اینا به نمایش گذاشتن. و حال از هیئت جوری و سرداور خواهش میکنیم که با انانسر عزیز ما نتیجه مسابقه را بتن و رسما برنده مسابقه را اعلان بکنن. و این میگن اخلاق ورزشی. کف بزنید دوستای عزیز. خب حال شما و انانسر موفق سازمان جهانی زیفسی برای اعلان نتایج این دو قهرمان ما. بعد از سه راوند جذاب، جالب و دیدنی و با جنبندی آرا با قضاوت داور صاحبا، کسی که برنده این مسابقه شده است سمیعالله گردن. خب دوستان عزیز، ما میخوایم که از شیرجان نیرو یک مصاحبه کوتاه داشته باشم. شیر نیرو، ما در کامنتری هم یادآوری کردم که خیلی آرزو داشتی که یک مسابقه سر پای داشته باشی و خیلی کوشش کردی که مسابقه سر پای بره، ولی سمیعالله گردن اصلا اجازه رو برای خودت نداد. چرا استراتژی تغییر ندادی؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. با نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستای عزیز، مسابقه است، برد و باخت داره. گپی است که من میخواستم جنگ کنم، برای جنگ کردن آمده بودم. واقعا درست است که میمیس هر کس استراتژی خود داره، کس پهلوانی میکنه، کس برداب میزنه، ولی جنگ کردن اصلی، مبارز اصلی کسی است که مبارزه کنه، جنگ کنه. این خوشتک بازاری است، چپک و زده برو مرد است سر پای فوت گو. خیر مسابقه برد وقت داره. ما بازم آماده میکنم انشالله دور بعدی انشالله باز ما میایم و اینجا جبران میکنم. توکل به خدا. مسابقه داره. با امید مبارزات بعدی شیر نیرو انشالله انتظارت هم داشته باشیم. تشکر. 100% انشالله دور بعدی باز میایم. مسابقه برد و باخت داره. جای افتخار ای است که بیا یک از این رنگ مبارزه کنه. بسیار زیاد گپ معقول. 100% هزاران مبارز آرزو داره که در داخل ای کیچ، در داخل کیچ سازمان بین‌المللی جهانی زیفسی مسابقه بکنه. و حال میرسه نوبت به صحبت‌های مبارز ما سمیعالله گردن. مبارک باشه خیلی زیاد. چی گفتنی دارین آقای مبارز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند و بخشنده مهربان. اولتر از همه سلام تقدیم میکنم به تمام استادای عزیز و قهرمانان عزیز، بزرگای عزیز که اینجا حضور دارند. سلام تقدیم میکنم. امیدوار که از فایت ما لذت برده باشین. دیگه پیروزی را به کلگی تبریک میگم. سلامت. تشکر از سمیعالله گردن. بعد از نشر چند پیام بازرگانی از کنار تلویزیون جهانی آرزو جای نرین، با ما باشین. شب ناکاوت.